انتخاب رنگ خودرو یکی از مهمترین کارهایی که شما باید در هنگام خرید خودرو بهش توجه داشته باشید. اینکه اون ماشین چه رنگایی داره و کدوم رنگ بهش بیشتر میاد. حالا تو این ویدیو قراره با هم دیگه در مورد رنگ‌های مختلف خودروی اطلس صحبت بکنیم که اطلس چه رنگایی داره، چه ترکیب‌هایی داره و چه جزئیاتی داره. در مورد همه این موارد قراره دونه به دونه با هم دیگه بحث بکنیم و بریم جلو. در آخر این ویدیو هم به نظرم وقتی که این ویدیو رو ببینید به طور کامل میتونید بعدش به راحتی تصمیم گیری کنید که کدوم رنگ رو برای خودتون انتخاب بکنید. پس نگران هیچی نباشید و فقط مرحله مرحله با من پیش بیایید تا بتونید با هم دیگه به بهترین انتخاب دست پیدا کنیم. و حالا پیشنهاد میکنم برای اینکه ویدئوی بررسی دیگه اطلس رو از دست ندین، همین الان این کانال رو سابسکرایب بکنیم و بریم با هم این سوال رو پاسخ بدیم: کدوم رنگ بهترینه؟ یکی از رنگ‌هایی که برای اطلس در نظر گرفته شده رنگ بادمجون یا قهوه‌ای تیره با سقف سفیده. پس دقت کنید ماشینی که شما میخواهید خرید بکنید آیا ترکیب رنگش با سقف سفیده یا سقف مشکی؟ این خیلی موضوع مهمیه. به نظر من حالا درست این تضاد رنگی تیره و روشن میتونه قشنگ باشه، اما اینکه سقفتون سفید باشه چون سانروف کاملا مشخصه به نظر من تضاد قشنگی نیست، اما بازم سلیقه است. اما موضوعی که شما به عنوان یک خریدار باید در نظر بگیرید این رنگ سفید سقف هست که همونجوری میبینید آینه های بغل هم سفید رنگ و با اون سقف ست میشه. ترکیب رنگی دیگه که برای اطلس در نظر گرفتن قرمز مشکیه. به نظرم این ترکیب رنگ قشنگه و شاید برای خانم ها هم جذاب تر باشه و واقعا میشه گفتش این رنگ برای اطلس رنگ مناسبه و کاملا توی طراحیش میشینه و میتونه اون زیباییاشو نشون بده. اما نکته‌ای که وجود داره دقت باید بکنید توی سپر این سمت راست این نوارهایی که کار شده اینجا رنگ مشکیه، چون حالا جلوتر که بریم این نوارها رو حالت استیل هم داره اما اینجا صورت مشکی کار شده. پس این موضوع مهمیه. اما میشه گفت این ترکیب رنگ خوبیه، ترکیب رنگ قرمز و مشکی که میتونه ترکیب رنگ مناسب برای خودرو باشه. ترکیب رنگ بعدی مشکیه. حالا این مشکی دو مدل داره. یک مشکی داره که کاملا مشکیه، یعنی هم خودرو مشکیه هم سقف مشکیه. هم یه مشکی داره که بدنه مشکیه اما سقفش سفید رنگ هستش و همونجور می‌بینید آینه هاش. و اگر به سپرش هم دقت بکنید سمت راست چپ سپر از یک نوار استیل کار شده، نه یک نوار مشکی رنگ. بس ما تو رنگ مشکی اطلس دو مدل داشتیم، یک مشکی یک دست و یک مشکی سفید که من پیشنهادم مشکی یک دست هستش. یکی از بهترین ترکیب رنگ هایی که برای اطلس وجود داره رنگ بدنه نقره‌ای و با سقف مشکیه، چون این ترکیب رنگی میتونه هم همه زیبایی مثل خطوط مثل نوار استیل رو جلوه بده بهشون، هم این که یک سری زوایای ماشین مثل سرخ عقب ماشین که اگر شما برید مقایسه بکنید در اطلس ها و رنگ های مختلف میبینید که یکم زاویه بدیه و یکم خود رو زشت نشون میده، اما تو رنگ نقره‌ای بالا به نحویه که این زشتی کمتر به چشم میاد و خیلی ماشین حالت یک پارچه تری به خودش گرفته. در صورتی مثلا توی خیلی از رنگ ها که شما نگاه بکنی این حالت سرخ پشت رو اصلا چنین چیزی نیستش. ترکیب رنگ بعدی که برای اطلس در نظر گرفته شده ترکیب رنگ بدنه نوک مدادی با سقف مشکیه که این رنگ به دلیل اینکه تیره است مثل رنگ مشکی به خودروی حالت یک پارچه میده در طراحیش، اما چون تیره هستش یه سری برآمدگی جذابی که ماشین داره رو به خوبی توش جلوه نمیکنه مثل رنگ مشکی. این هم در مورد رنگ نوک مدادی. ترکیب رنگ بعدی که برای اطلس در نظر گرفته شده که حالت اسپورت تری هم داره ترکیب رنگ سبز هستش با رنگ قرمز همونجور که میبینید که این هم ترکیب رنگ خوبیه، اما به نظرم باز هم این نمیتونه این مدل رنگ یک پارچگی طراحی رو داشته باشه. ترکیب رنگ بعدی که شاید خیلی ها
در هنگام سفارش انتخاب بکنن ترکیب رنگ سفید هستش. چند تا موضوع رو باید ولی در این مورد شما بدونید. موضوع اول این که رنگ سفید یک ترکیب رنگ نداره. شما یه ترکیب رنگ سفید و قرمز دارید، یعنی بدن سفید صف قرمز با سپری که اگر دقت بکنید میبینید که نوارهای مشکی توش به کار رفته. یک حالت دیگهش اینه که سقفش مشکی، بدن سفیده و نوارهای سپر هم مشکی هستش. و یک حالت دیگه هستش که سقف مشکیه، بدن سفیده و نوارهای سپر استیله که این از همه باز جذاب تره. اما میشه گفت این ترکیب رنگ یه ترکیب رنگ خوبیه، اما یک پارچگی طراحی رو اصلا نداره و شما شاید اگر رنگ سفید رو خریداری بکنید از این زوایا مشخصه که ماشین رنگ ماشین قشنگی نیست و شاید جلو و عقب قشنگ باشه، اما از سرخ اصلا نمیتونه اون زیبایی رو به شما نشون بده. یه ترکیب رنگ دیگه که این هم حالت اسپورت داره، ترکیب رنگ شیری بدنه و سقف مشکی با خطوط نارنجی هستش. این هم یک ترکیب رنگ اسپورت هستش و چون رنگ روشن هست همون عدم یک پارچگی طراحی رو داره، اما در بقیه موارد میتونه رنگ خوبی باشه. اما نظر شخصی خودم به عنوان کسی از نزدیک این رنگ رو دیدم نمیتونه رنگ جذاب باشه. حالا این عکاس این عکس کمی حرفه‌ای بوده، اما من خودم از نزدیک که این رنگ رو دیدم رنگ جالبی نبود. خب اینم از بررسی رنگ‌های اطلس که با هم دیگه داشتیم. خب این هم نمای داخلی اطلس هستش. اما در کل بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم از رنگ‌های اطلس، شما برای اطلس و 3 موضوع اصلی رو به عنوان شاخص در نظر بگیرید. یکی این که اون رنگ باید بتونه تمام برآمدگی و خطوط ماشین که باعث زیباتر شدن ماشین میشه بتونه اون رنگ اون زیبایی و خطوط رو به خوبی نشون بده و طوری نباشه که اونها به خوبی دیده نشن. شاخص دومی که برای رنگ میشه در نظر گرفت بحث سرخ عقب ماشینه. باید بتونه توی سرخ عقب ماشین زمانی که شما دارید نگاه میکنین اون یک پارچگی طراحی رو ببینید. شاخص سوم اون نوارها و جلو پنجره‌ای که برای اطلس به کار رفته که عموما هم استیل هست باید بتونه بهترین جلوه را داشته باشه و اگر رنگی باشه که اونها رو جلوهش رو بگیره یا کم بکنه به نظرم رنگ مناسبی نمیتونه باشه. خب توی اطلس چند دسته رنگ رو میشه در نظر گرفت. این رنگ ها اسپورت مثلا شیری و نارنجی، اون رنگ سبز و قرمز، اینها رنگ های اسپورت و جدیدیه که سایپا استفاده کرده. یا رنگ زرشکی هم شاید بتونید تو همین دسته بندی قرار بدیم. دسته دوم رنگ های تیره است، مثل نوک مدادی، مثل بادمجونی یا مثل مشکی که اینها هم به نظرم نمیتونه به خوبی همه زیبایی ماشین رو نشون بده چون تیره است، اما در مورد یک پارچگی رو به خوبی میتونه پوشش بده. و دسته آخر که جز بهترین رنگ ها رو بخوایم در نظر بگیریم رنگ نقره‌ای مشکی و سفید مشکی هستش که تو این دوتا رنگ هم به نظر من رنگی که میتونه هم یک پارچگی داشته و هم زیبایی رو نشون بده رنگ نقره‌ای مشکیه. اما رنگ سفید درسته رنگ پرطرف داره، اما از سرخ عقب ماشین اطلس نمیتونه یک پارچگی رو به خوبی نشون بده و یک کم شاید تو ذوق بزنه و اینو شما خودتون کاملا حس خواهید کرد. حالا اگر حتما اطلس سفید جایی دیدید حتما از سرخ عقب برید ببینید چه حسی بهتون دست میده. رنگ نقره مشکی هم برید از سرخ عقب ببینید کدوم رنگ برای شما جذاب تره طراحیش. نکته بعدی که وجود داره رنگ نقره‌ای که استفاده شده برای اطلس یه رنگ نقره تیره نیست، یه رنگ نقره روشن مایل به سفید هم تا حدی هستش و در واقع هم میتونه زیبایی های تیره ها رو داشته باشه مثل مشکی و هم میتونه زیبایی های رنگ های روشن مثل سفید رو داشته باشه و این جذابیت که این کد رنگی برای اطلس هستش. اما در نهایت تصمیم با شماست. در آخرم پیشنهاد میکنم برای اینکه بررسی دیگه خودروی اطلس را دست ندین همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و در کامنت ها نظر خودتون بنویسید که به نظر شما کدوم رنگ میتونه رنگ مناسبی باشه.
همراه من باشید.